سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 27 دکبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. برق تاجیک برای صادرات نیروی برق به افغانستان در سال 2024 شرطنامه بست. حبس شهروند 30 ساله تاجیک در آلمان برای قصد حمله به کلیسای جامع کیولن. پرونده برادر سردبیر پیام تیوی را به دادگاه ناحیه اش سپردند. 15 بلاگر بهترین تاجیکستان در سال 2023 نام به نام. آوازخوان شورتیار جورابک مرادوف در مسکو 2 کنسرت برگزار می کند. و اکنون تفصیلات خبرها. در حالی که در خود تاجیکستان لیمیت شدید نیروی برق جاری کرده شده است، شرکت برق افغانستان د افغانستان برشنا خبر داد که با شرکت برق تاجیک جهت خریداری برق در سال 2024 قرارداد امضا کرده است. خبرگزاری افغانستانی خومه روز 27 دکبر سال 2023 خبر داد که درباره باز یک سال دیگر تمدید شدن قرارداد خریداری برق از تاجیکستان در صفحه‌اش در شبکه ایکس یا توییتر، سخنگوی شرکت برشنا حکمت الله میوند با نشر یک عکس از مراسم امضای این شرطنامه نوشته است. بنا به معلومات میوند، این قرارداد از جانب رهبر برشنا مولا محمد حنیف حمزه و رهبر برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده در جریان ملاقات آنها در ترکیه به امضا رسیده است. سخنگوی برشنا همچنین خبر داد که جانب‌ها در ترکیه همچنین بنیاد خط نو 500 کیلووات برای انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان را بررسی کرده. همچنین رهبریت برشنا از عزم خود برای همکاری با جانب تاجیکستان در بنیاد خط انتقال برق کاس ازار درک داده است. خومه می نویسد امضای قرارداد خریداری برق از تاجیکستان در حالی است که افغانستان از واردات برق از تاجیکستان و ایران سخت وابسته بوده در زمستان و تابستان به کمبود شدید برق روبرو می شود و در این شب و روز در پایتخت شهر کابل و دیگر شهر و دیهات افغانستان نیروی برق به مردم و کناره های آن به شکل محدود یا لیمیت داده می شود. امضای قرارداد فروش برق به افغانستان در حالی است که ساکنان خود تاجیکستان در این فصل سرما به کمبود شدید و برای چندین سال اخیر به کمبود شدید برق روبرو شدند و هر روز به ساکنان اکثر مناطق جمهوری همگی چند ساعت برق میدهند. تاجیکستان اینک چند 10 ساله باز در هر فصل تیرما و زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار می شود و از ماه اکتبر تا اپریل انتقال برق به ساکنان مناطق دیهاتی این کشور طبق لیمیت صورت میگیرد. مقامات مردم را امیدوار کرده بودند که بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون لیمیت برق در این کشور تمام می شود. سال 2018 در پی مورد بهره برداری قرار گرفتن چرخ اول روغون، پرزیدنت امامعلی رحمان نیز همه را اطمینان خاطر داده بود که افسانه لیمیت برق در تاجیکستان با همین مال تاریخ شد. ولی با وجود به کار در آمدن الکی دو چرخی نیروگاه روغون، کمبود نیروی برق در کشور همچنان احساس می شود، به خصوص در فصل سرما. بسیاری ها بر اینند که سببگار کمبود نیروی برق در فصل زمستان به خارج فروختن آن است. بسیارها از جمله افغانستان را مثال میارند که با وجود یک کشور جنگ زده بودنش حتی دوردستترین دیهات‌هایش را در زمستان با نیروی برق تامین میکند. شرکت د افغانستان برشنا در برابر ازبکستان یکی از خریداران اساسی برق تاجیکستان بوده. بنا به آمار رسمی در نیمه اول سال 2022 از تاجیکستان به اندازه 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خرید است که این به نیمه اول یک سال قبل 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده است. در سال 2023 باشد تاجیکستان به خارج و اساساً به افغانستان به مبلغ 107 میلیون دلار برق فروخته است که نظر به سال 2022 5% بیشتر است. تمدید قرارداد فروش برق به افغانستان در حالی است که حکومت تاجیکستان رژیم سال 2021 در آن کشور به قدرت رسیده طالبان را رسما اعتراف نمی کند و از انگشت شمار کشورهایی است که به طور آشکارا از نیروهای ضد طالبان از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود پشتیبانی می کند. مقامات تاجیکستان تفتیش پرونده اصلدین شریپوف برادر شفقت محمد، یکی از فعالان مخالف حکومت کنونی و سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی را به انجام رسانده به دادگاه سپرده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 27 دکبر سال 2023 به رادیوی آزادی گفت که
محکمه پرونده اصلدین شریپوف از جانب دادگاه نویه اشت ولی در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند خواهد گذشت. مرافعه اول به 26 دکامبر تعیین شده بود. به سبب نیامدن دادستان برپا نگشت. وکیل مدافع هم دعوت شده بود و با شخص زیر حمایتش ملاقات کرد و از احوال او آگاه است. گفته است این منبع به شرط فحش نشدن نامش. معلوم نیست که این ادوکات از طرف دولت تعیین شده است و یا نزدیکانش برای او ادوکات گرفتند. قبلا نزدیکان اصلدین شریپوف گفته بودند که وکیلی که رو کردهشان بعد ملاقات اول با او در بازداشتگاه خوجند گفته است هنوز تصمیم نگرفته است که حمایت او را به دوش میگیرد یا نه. در تاجیکستان ادوکات‌ها از ترس آنکه مقامات چپشان نگیرند بهوده گرفتن پرونده هایی که انگیزه های سیاسی دارند خودداری میکنند. در نتیجه حمایت چنین افراد را مقامات خود با ادوکات های دولتی که از خط کشیده مقامات بیرون نمیآیند میسپارند. ادوکات های دولتی در اصل در این پرونده ها نه برای حمایت از منفعت بازداشت شده بلکه صرف برای نمایش اینکه او ادوکات داشت اشتراک میکنند. مقامات با گذشت اینا قریب 3 ماه از سرداد اصلدین شریپوف از روسیه تا حال یگان بار پرونده او را رسما شرح ندادند ولی بنا به اطلاع نزدیکانش او بر اساس همان ماده مشهور 307 به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار می شود. اصلدین شریپوف 36 سال و 3 فرزند داشته از سال 2016 در روسیه در یک ساختمان کار میکرد. او هنوز 22 سپتامبر سال 2022 در شهر نیژنی تاگیل روسیه با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شد و بعد یک سال بازداشت در اول ماه اکتبر سال 2023 به مقامات تاجیکستان سپرده شد. بر اساس مواد پرونده استردادش در تاجیکستان اصلدین شریپوف را بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 3 به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار میکنند. ماده 307 در تاجیکستان برای تعقیب مخالفین و دیگر اندیشان و نزدیکان آنها استفاده می شود. نزدیکان اصلدین اتهام همکاری او با سازمان‌های ممنوع را رد می‌کنند و می‌گویند که او یگان فعالیت سیاسی نداشت و در روسیه در ساختمان کار می‌کرد. به باور نزدیکانش سبب اصلی تعقیب اصلدین شریپوف برادر او بودن شفقت جان شریپوف معروف با تخلص شفقت محمد سردبیر شبکه تلویزیونی اپوزیسیونی پیام تیوی است. پلیس شهر کیولن آلمان روز 26 دکامبر سال 2023 از بازداشت یک شهروند 30 ساله تاجیکستان در چارچوب تفتیش پرونده نقشه حمله تروریستی به کلیسای جامع کیولن در روزهای تجلیل مولود عیسی مسیح و سال نو میلادی خبر داد. پلیس گفت در چارچوب تحقیق این حمله در عرفه مولود مسیح یعنی 23 دکامبر با کمک نیروهای ویژه اسپتناز منزلی را در شهر وزل ولایت رین شمالی در نزدیکی دوسلدورف کوفتاکوب و 5 نفر را دستگیر کردند. 4 نفر از دستگیر شدگان را که از کدام کشور بودن آنها گفته نشده است بعد بازپرسی جواب دادند ولی یک شهروند 30 ساله تاجیکستان که به تاکید پلیس کیول دربارش معلومات مربوط به امنیت دولتی موجود است با مقصد پیشگیری از تهدید از جانب مقامات به حبس گرفته شد. روز 25 دکامبر دادگاه مأموری شهر اوبرهزن درخواست پلیس کیولن را قانع گردانده این شهروند تاجیکستان را تا 7 ژانویه به حبس پیشکی گرفته است. پلیس کیولن گفت برای خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر درباره بازداشت شهروند تاجیکستان در حال حاضر خودداری میکند. سردار پلیس کیولن میخیل اسیر گفت ما برای حمایت مردم کلیسا و چهاربینی‌های سالنوی از تمام تدبیرهای قانونی استفاده میبریم. تفتیشات با صورت ادامه دارد و ما از نمازگزاران کلیسای جامع کیولن منت داریم که نسبت به چاره‌های شدید امنیتی با حسن تفاهم برخورد میکنند. به دلیل تهدید حمله تروریستی پلیس برگزاری چهاربینی‌های مربوط به مولود مسیح را در کلیسای جامع کیولن شدیداً محدود کرده و هر نفری که شب و روز وارد کلیسا می شود موشکافانه کوفت و کوب می کنند. کلیسای جامع کیولن در عصرهای میانه و سپس در عصر 19 در طول چندین عصر ساخته شده با 150 متر بلندیش سیومین مبدأ بلندترین در دنیا دانسته می شود و یونسکو این کلیسا را بر روی خط میراث فرهنگی بشریت شامل کرده است. قبلا گزارش شده بود که نیروهای امنیتی و پلیس آلمان، افسر و اسپانیا روز 23 دکامبر سال 2023 چند نفر را با گمان تیاری به حمله های تروریستی در شهرهای کیولن آلمان، وین و مادرید پایتخت‌های افسر و اسپانیا دستگیر کردند. بنا به خبرها
چند نفر در منطقه اوتاکرینگ شهر وینا و یک نفر دیگر را در استان سر در مرز آلمان با فرانسه و لوکزامبورگ بازداشت کردند. مطبوعات آلمان خبر دادند که این افراد قصد داشتند که حمله های تروریستی را در روزهای مولود مسیح و سال نو انجام دهند. نشریه آلمانی بیلد با تکیه به منابع خود خبر داد که دستگیر شده و هم از آدگان تاجیکستان بوده حمله های خود را می‌خواستند از نام داعش خراسان، یکی از شعبه های سازمان تروریستی داعش که اساساً در افغانستان و پاکستان عمل می‌کند انجام دهند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. انجمن بلاگران تاجیکستان اسم 15 بلاگر بهترین سال را در 15 نامیناسیون اعلام کرد. در هفته آزمون که در آن 77 نفر شرکت داشتند 15 نامیناسیون پیشنهاد گردید. پس از دور اول آوازدهی طریق پیامک‌های SMS 45 نفر به سگانه بهترین داخل شدند. بعدا با اشتراک هیئت حکمان روند انتخاب جایزه‌داران صورت گرفت که آنها به داوطلبان از روی یک قطار معیارها بها دادند. در نتیجه ارزیابی حکمان غالبان از میان 3 جای اول در هر یک نامیناسیون انتخاب شدند. اخیراً در شهر دوشنبه در یک مراسم به 15 غالب آزمون جایزه های بهترین بلاگرهای تاجیک در رشته های مختلف سپرده شد. این 15 نفر در بخش های مختلف چون ویدیوهای کوتاه هجوی، زیبایی و آرایش، مود پخت و پز، طرز زندگی و سیاحت، هنر نقش‌آفرینی، ورزش، تجارت، معارف، تکنولوژی و خیرخواه بهترین دانسته شدند. چندی از بلاگرهای مطرح جمهوری به مثل بران، غالب شو و دلاور سفروف بر روی خط بهترین را یافتند. ناظران همچنین به این نقطه اشاره می‌کنند که مراسم تقدیم جایزه ها به بهترین بلاگرهای تاجیک در حال برگزار شد که سال 2022 چندین بلاگر در تاجیکستان از جمله دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقیبک سیدامینی، عبدالستور پیر محمدزاده، خوشام گلیم، کامچک میرزایف با جرم‌های گوناگون اساساً با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع و عضویت در گروه‌های متشکلانه جنایتی بازداشت و محکوم به سال‌های طولانی زندان شدند. همزمان طوری به نظر می‌رسد مقامات در تاجیکستان در این یک سال اخیر از بلاگران در معرکه‌های پروپاگاندیستی از جمله در حمله‌ها به مخالفان سیاسی با سرعت استفاده می‌برند. آزمون بلاگرهای بهترین تاجیکستان امسال اینک بار دوم دایر شد. سال گذشته بلاگرهای بهترین را در 10 نامیناسیون ائتلاف زنان ژورنالیست تاجیکستان معین و اعلام کرده بود. این 15 نفر بلاگرهای بهترین تاجیکستان در سال 2023 دانسته شدند. وین رسول عزیزه مختارova، بلاگنویس بخش زیبایی نیلوفر حلیمova، بلاگنویس مود سال خورشید ستاروف، بلاگنویس بخش غذا نگاره علیمova، مشاور بلاگر سال سید اکرم شکوروف، بلاگر در بخش زندگی عزیزبک ایلوف و همسرش رحیمه، اکتور بلاگنویس سال فاروق سنگینوف، اکتریس بلاگنویس سال دلنوزه رحیمی، افتو بلاگنویس سال مظفر باب رحمتوف، بلاگنویس سوای ورزش سال قمرالدین حسنوف، شخص موفق سال فاروق حسنوف، بلاگنویس تاجر سال سید مراد دولتوف، معلم بلاگنویس سال بیروز حفیظوف، بلاگنویس تکنیکی سال زنخور نصرالدین زاده، خیرخواه بلاگنویس سال تیوی صالحین. آوازخوان شناخته تاجیک هنرمند خلقی اتحاد شوروی جورابک مرادوف در شهر مسکو برای مخلصانش کنسرت ویژه را تحت عنوان با خدا با خلق با خود برگزار میکند. کنسرت روزهای 3 و 4 ژانویه سال 2024 ساعت 20:00 دقیقه در طرفخانه کریستال در سروغه شهر مسکو ایستگاه متروی کراسنگواردیسکا آریخوی بولوار 31 دایر می شود. هموطنانی که در روسیه قرار دارند و می خواهند هنرنمایی آوازخوان محبوب خود را تماشا کنند به این رقم‌ها می توانند با تشکیل کنندگان کنسرت تماس بگیرند. 992 938 45 003 در تاجیکستان، 7905 598 4747 7999 916 9227 در روسیه. هنرمند خلقی اتحاد شوروی جورابک مرادوف 81 سال دارد. او 24 دکامبر سال 1942 در نویه عینی به دنیا آمده. سال 1963 بعد ختم دانشکده آموزگاری شهر لنین‌آباد تا سال 1992 در طول 30 سال در فیلارمون دولتی تاجیکستان کار هنرنمایی کرده است. سال 1992
در پی آغاز ناآرامی‌ها در دوشنبه به خوجند کوچید و اینک بیش از 30 سال باز در خوجند کار و زندگی میکند. جورابک مرادوف سال 1967 وقتی که مگه 25 سال داشت سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شد. سال 1974 در سن 32 عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان را به دست آورد و سال 1979 در سن 37 صاحب عنوان هنرمند خلقی اتحاد شوروی، عنوان اعظم بلند در سابق اتحاد شوروی گردید. جورابک مرادوف 4 پسر دارد که از میان آنها پسر خرده‌اش جانبک مرادوف پیشه پدر را پیش گرفت و حالا یکی از آوازخوان‌های مطرح استراد تاجیک دانسته می شود. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فردوسی با عریضه مرد 33 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که اولان ماه ایول سال 2023 در کوچه جامی مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه لکسوس 450 را به مبلغ 230,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که مبلغش را در مدت یک ماه به پارگی میگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر با عریضه زن 38 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 25 دکمبر سال 2023 تقریبا ساعت 03:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به مغازه خوراکواری انصار وارد شده از آنجا محصولات خوراکواری گوناگون و کامرای مشاهده‌ای را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانی شده 18,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 43 ساله ساکن نویه وخش که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است صادر کرده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه باباجان غفوروف عریضه مرد 51 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که در دوام یک ماه شخصان نامعلوم از داخل جیوان آهنین خانه استقامتیش $3,000 امریکایی و 30,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را پسر نابالغ 17 ساله عریضه دهنده ساکن همانجا صادر نموده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 30 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف که پیش با ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است ماه اکتبر سال 2022 تقریبا ساعت 12:00 دقیقه از زمین‌های خواجگی دهقانی نبیف جماعت دهات یووه دو سر چوروای میده شخدار را که به مرد 51 ساله ساکن نویه مذکور تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 5,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.